باز خیر که ولی نشوه، کامل و مکمل است. هم خودش کامل است، هم دیگران را در کمال، در درجه کمال میرسانه. در یک حدیث پیغمبر برای پیغمبر همین صفت آمده که گفته باشه کامل است یا مکمل است. کامل و مکمل الله تبارک و تعالی. انسان که هر رقم انسان باشه کامل است، تا که در جنت داخل نشده خوی چیست نقصان داره دیگه. عجیب است. خود شما ببینید که در ناتا و در کتابا چقدر همی گپا نوشته شده. از همون خاطر است درودی تاجه ما میگیم ای بدعت است که کسی میخونه. در اونجا پیغمبر چی صفت ذکر کرده؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. دفع کننده بلا و وبا و این گپاست. اگرچه یک معنای از این صحیح است، با آمدن پیغمبر علیه السلام این امور الله چی کرد؟ از بین برد. پیغمبر آمدنش ذریعه شد یا نه؟ ذریعه خواست. خودش دور کده میتونه؟ او قاعده و قانون در اسلام است که هر کلمه که موهم دو معنا باشه، دارنده دو معنا باشه، یک معنا درست یک معنا نادرست، او کلمه استعمالش درست است یا نادرست است؟ نادرست است. به خاطری که موهم معنای کیست؟ غلط معنا دو میآید. از او خاطر این طور درود گفتن درست نیست. حالی که برای مردم میگی وای درود چطور نگویم؟ درود خو میگی صفت پیغمبر به الله، صفت الله را به پیغمبر ثابت کردی. مثل قصیده برده میطور شعرها داره. خو قصیده برده را میشناسی؟ یک کتاب از کسی جور کرده، میگم من که را جور کردم، پیغمبر در خو دیدم که یک دانه چپن برام داد. دوی قدر سندا جور کرده که کسی را یک دفعه بخونه خلاص هستی دیگه جهنم ماده و چشمام نمیبینی. برو دیگه. از کجا این سند آمد؟ وحی خو بند شده. این از کجا ثابت میشه که تو در جنت میری در دوزخ نمیری؟ اینطور واهیات است. الله رحم بکنه. کسی که با قرآن رابطه نداشته باشه در وادی هلاکت میفته دیگه، میبرشه. هر کس هر طرف میگریزانشه. قرآن کریم بر ما میگه لعلکم تتقون، به خاطری که شما تقوا را حاصل کنید توسط یک عبادت کردن الله تبارک و تعالی. یعنی کل عبادت هایتان که برای الله خاص کنی، نظر به نام الله، دعا از الله خواسته شوه، طواف به جایی که الله فرمان داده، نمازا برای الله شوه، زکات برای الله شوه، روزه برای الله شوه، تلاوت قرآن برای الله شوه، حج برای الله شوه، دایی هیچ کسی شریک نشوه، اون وقت تقوا حاصل میشه. اوی تقوا هم در دنیا تو را نگاه میکنم، در آخرت. در دنیا از واقع شدن در گناهات تو را نگاه میکنه. چرا؟ انگیزه است، یک قوت است درونی، تو را نمیمانه که در گناه واقع شوی. او در آخرت از عذاب. الذي جعل لكم الارض، دیگه نعمت را برات پیش میکنه. این دلایل میگه. دلایل چی؟ بیرونی، آفاقی. او دلایل چی بود؟ انفوسی، در جانت بود. تو را پیدا کرده. انسان اگر انسان فقط دمی وجود خود نظر بکنه که الله تو را پیدا کرده، بالکل درک میکنه، دیگر راه برش پیدا نمیشه. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، در اونجا این گپ براتون میگم ان شاء الله. که انسان در وجود خود نظر بکنه، بالکل دیگه اینطور بند میشه، وجدانش اجازه نمیده که قدم دیگه طرف بگذاره. این دلایل خارجی است. الذی و ذاتی که جعل لکم الارض، پیدا الله کرد عالی برای بقای تو، تربیت تو. الله در بیرون همه چیزا را پیدا کرده برای استفاده تو. زمین، آسمان، آبی باران، چیزایی که توسط آبی باران از زمین میرویه، کلش در خدمت تو. تربیت تا کی میکنه؟ پیدا الله کرده، تربیت تا الله میکنه. بازم رجوعت به سوی کیسته؟ خیر چرا سجده را به دیگران میمانی؟ ها؟ الذي ذاتی که جعل لكم الارض، گردانیده برای شما زمین، فراشا، هموار، به مثل بستره واره که شما سرش چی میکنی؟ زندگی میکنی. الله زمین طور ساخته که قابلیت بدوباش است. بلندی را برش داده، پخشی را داده، خاکی نرم و خاکی سخت و سنگ و معدنیات و رقم کلش نیازای انسان چی میکنه؟ پورا. مانای فرشی نیست مثل فرش واره که بالکل هموار است. نه، قابل بدوباش و قابل زندگی گردانیده. و السماء، این زمین که مخلوق بزرگ الله است. ای انسان ارزشی تا بدانی، مسئولیتی تم بدانی، ارزشی تا بدانی که زمین مخلوق بزرگ الله، زیر پای توست، تو سرش حرکت میکنی، ای تابع توست. از این زمین تو رقم چیزا ساخته میتانی. گاهی زراعت دیش میکاری، گاهی خانه جور میکنی، گاهی سر از حرکت تو سفر میکنی. مکمل تابع توست. نمیگه قسم گندگی ها را در این زمین میپرتی، زمین صدا نمیکنه که من قبول ندارم. نه مرده تو را من زمین قبول میکنه. اینطور زمین است. تو میفهمی ارزش خدا؟
باز مسئولیت خود در موردش. و السماء پیدا گردانید الله آسمان بناء سقف، بام گردانید، بامی که تو را حفاظت میکنه. و السماء مراد السماء اینجا مطلق بالا را میگه در لغت عربی. از همون خاطر فضا را هم گفته میتونیم، فضایی که در بین زمین و آسمان واقعی حقیقی قرار داره و خود آسمان حقیقی را اینجا گرفته میتونیم. راجح ترین قول تقریبا سما مراد از پیشش فضاست. فضا بگوی چیزی که از ما و شما بالاست، این چقدر دبلی داره، ضخامت داره، چقدر کیلومتر است، چه کیفیت ها را الله در این فضا پیدا کرده، چه قسم کیفیت داره. یک کیفیتی فضا طوری است که الله تبارک و تعالی در این ماده ناری را گذاشته. ماده ناری یعنی آتشی. از طرف بالا از سیاره ها که در حالت چکر هستند گردشا میکنه، سنگا از وا میفته میایه طرف زمین. چرا؟ جاذبه زمین او را جذب میکنه. لیکن این فضای متراکم که در این قوه ناری است، امو سنگا را مکمل خاکستر میگردانه. گوی یک الماسک میایه پایین در زمین که به مجردی در زمین میخوره، زمین یک دم حرکت میده، دل میسازه یا نمیسازه. اگر الله این فضا را سقف جور نمیکرد، انسان ها در زمین زندگی کرده میتونست؟ هر لحظه افتادن سنگ متصور بود از خانه خود بیرون. در خانه چی گیر میکنه؟ با او الماسکای با ما گیر میکنه؟ گیر نمیکنه، این جرم میزنه. الله برات گردانیده. انسان تو کی بودی؟ الله چه احسان بزرگی سرت کرده که آسمان هم در خدمت توست. بر علاوه که شعاع آفتاب، حرارت آفتاب گرفته. اگر این فضا نمی بود، آفتاب شعلهش مستقیم سری تو می آمد، ذوق میکرد یا نمیکرد؟ تو چطور زندگی میتونستی؟ این حیثیت بام داره. مثل که بام تو را از چیزایی که سرت میفته نمیفته، سر باران و از این گپا نگاه میکنه. فضا را الله می رقم گردانیده. و انزل من السماء، و روان کرده فرستاده از طرف بالا ما ان آب. همی آب کی بالا میبره؟ الا که بخار میشه، بحر بخار میکنه بالا، با زبر جور میشه. کی میکنه ایره؟ خلاص تا کسی دیگری خو نیست. هر قدر قدم بیشتر بگذاری پشت سر میری، الله هست. فاخرج به، پس کشیده توسط نمی باران، من الثمرات، از میوه ها، رزقا لکم، بخاطر رزق تو، بخاطر رزق تو، برای خوراک تو. اینجا مراد از ثمرات هر چیزی آمدنی و تولیده بیگه، مطلق میوه را نمیگه. الله تبارک و تعالی چیزایی را که مورد ضرورت انسان است کشیده. او برای شما میتونیم ما یک سیب جور بکنیم؟ دنیا بزنه سیبای پلاستیکی خیلی زیبا زیبا، انگورا، خوشی انگوری پلاستیکی هست یا نه؟ خو انگور ساخته میتونه کسی؟ میتونه کسی؟ مولوی سیب مصطفی نیست که ولی دلایل ساینسی را براتون تشریح کنه که ویتامین کی دی انداخته. خمار الله تبارک و تعالی در این آیاتای خود پشت سر دعوت میده که از یک زمین چند قسم درخت میرویه، هر درخت میوه علایده داره. یک موسم است، یک درخت است، یک آب خورده، یک کوده خورده و یک قسم هوا آمده، یک قسم آفتاب و مهتاب سرش خورده. لیکن چرا این رنگا متفاوت است؟ این لذت ها متفاوت است؟ این ساختمان ها متفاوت است؟ این برگا متفاوت است؟ میتونه کسی همی کارا را؟ ولی شریک است یا پیغمبر دی؟ ملک شریک است یا جن؟ هیچ کسی. از خاطر الله میگه که مردکه پیدام الله تو را کرد، تمام مشکلات زندگی تا الله توسط زمین آسمان، توسط باران، گیاه ها، میوه ها، تولیدات کلش حل کرد. خیر وقتی که قدر احسانات الله کرده سری سجده را بکی بمانیم. فلا تجعلوا لله اندادا، نگردان بمرای الله شریک، همتا و برابر بمرای الله نسازی. کسی را صفت الوهیت بر ثابت نکنه. در وقت مشکلات آواز به کسی دیگر نده. طواف بجز از اون جایی که الله براتان امر کرده در جای دیگه انجام نده. نظر بغیر از نام الله به کسی نام دیگه نکنه. و انتم تعلمون، خب میدانه که شریک به امرای الله جرم خیلی بزرگ است. بزرگ است یا نه؟ تو میگیری نعوذ بالله به الله مخلوق که عاجزه که مخلوق است، محتاج است، قطع الله برابر کو که محتاج نیست. این امکان داره؟ از این خاطر الله براتان میگه فلا تجعلوا، نگردانی لله برای الله تبارک و تعالی اندادن شریک برابر. اینجا مطلق شریک است. و انتم تعلمون، در حالی که شما خوب میدانی که الله شریک نداره. یک معنا. یا شما میدانی که شریک جور کردن با الله
با امرای الله جرم خیلی سنگین است. یقینا در بین گناه ها برابر شرک دیگه گناه وجود داره؟ قطعا وجود نداره. چرا؟ توحید الله امری است که باید هر انسان او را بشناسه، که هیچ دلیل نقلی هم نآمده باشه عقل امیر درک کرده میتونه که با امرای الله کسی شریک نیست. این دعوت بود به سوی کی؟ عبادت. خو الله که ما را دعوت به عبادت داد دلیل گفت یا نگفت؟ بگوی دلیل گفت یا نگفت؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. چرا عبادت پروردگار را بکنیم؟ به خاطری که الذی خلقکم، به خاطری که شما را پیدا کرده، والذین من قبلکم. خو نگفت که والذین من بعدکم. چرا نگفت من بعدکم؟ این امتی که مخاطب امی کلام الله تبارک و تعالی است کدام امت است؟ آخری. دیگه امت میایه؟ نه. دیگه کتاب میایه؟ یکی از دلایل ختم نبوت امی آیت است که نبوت پیغمبر ختم شده. چرا؟ اگر دیگه می آمد اینجا والذین من بعدکم باید میگفت. اینجا گفته معلوم شد که پیغمبر کلی امتا تا روز قیامت کیست؟ تنها محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دلایل بر ما پیش کرد، هم دلیل ارضی را، هم سماوی را، هم فضایی را. این دلایل خارجی میگه، دلایل انفسی را بر ما پیش کرد. با این دلایل بازم تو سر سجده را به غیر الله میمانی. و این کنتم فی ریب، این موضوع اول قرآن که توحید است، بحث توحید شد. آلی موضوع دوم بحث رسالت است. رسالت و صداقت قرآن متلازم است. یکیش که ثابت میشه دیگه ثابت شده است. معجزه پیغمبر که ثابت میشه، صداقت قرآن ثابت میشه، رسالت پیغمبر ثابت میشه. هر دوش متلازم است. آلی او را بیان میکنه. و این کنتم فی ریب، اگر شما هستی فی ریب در شک، در تردد، مما از آن چیزی که نزلنا ما فرستادیم علی عبدنا بالای بنده ما، که شما میگی کلام خودی همی پیغمبر علیه السلام است، کلام الله تبارک و تعالی نیست، شما در این مورد تردد داره که کلام بنده است. فاتو بصورت، بنده خوب مثل شما انسان است، شما بلکه از یا ای از پیغمبر کرده شما خوانده و نویسنده استی، این خوانده و نویسنده هم نیست. فاتو بصورت، بیار یک صورت کوچک من مثلی، به مثل قرآن کریم که همین قسم فصاحت بلاغت داشته باشه، این قسم مضامین و محتوای خیلی عالی داشته باشه، جاذب باشه، کشش داشته باشه. قرآن عجیب تأثیرات داره. همینطور کلام شما جور کنینی آسان گپ. ودعو شهداءکم، طلب کنی امو نعوذ بالله شهداءکم، آلهه خدا، معبودایتان به گمان خودیتان که شما میگی واجت رواها هستن، از وام امداد طلب بکنی من دون الله، بغیر از الله. ان کنتم صادقین، اگر شما یقینا راست میگی که این کلام پیغمبر است، کلام الله نیست. برای پیغمبر، هر پیغمبر ضرورت به معجزه داره. معجزه هر امر خارق العادت، خلاف عادت که دیگرها از آوردنش عاجز باشه، بغیر از پیغمبر دیگه کس آورده نتونه، او را به نام معجزه یاد میکنه. معجزه یعنی عاجز کننده. کی را؟ دیگرها را، غیر از پیغمبر دیگر را کلش عاجز کرده، به مثل پیغمبر آورده نمیتونه. در میدان که یک کسی لاف بزنه که من چی هستم؟ من پهلوان هستم، سری کلگی زور هستم، اونجا میبره پهلوانی میکنه، در میدان چپه میکنه، شه پهلوانیش ثابت میشه، دیگه هیچ کس هم نمیگه که نه تو پهلوان نیستی. گفته میتونه. چرا برشان تسلیم میشه؟ به خاطری که دیگرها عاجز شد. دیگرها چی شد؟ عاجز شد. پیغمبر که دعوا میکنه رسالت، الله تبارک و تعالی تایید رسالتش توسط معجزه میکنه. خو یادتان باشه معجزه ها فرق داره. معجزه در هر زمان مطابق همون زمان الله روان میکنه. در زمان عیسی علیه السلام طبابت بسیار اوج گرفته بود. اینطور مرضا علاج میشد که بیخی آدم حیران میماند. الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام پیغمبر روان کرد، معجزیش از شق طبابت آورد. خو کلی مرضات تداوی میشد. کوری مادرزاد مرضی چی؟ پیس و همچنان مرده را زنده کردن هیچ کس نمیتونست. میتونست؟ الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام اینمی معجزه را داد. مرده را زنده، شکل پرنده را جور میکرد، بعد از او به فرمان الله چی میشد؟ روح دو داخل میشد. مرض کسی که مادرزاد کور بود، به طریق معجزه الله تبارک و تعالی او را جور میکرد، مرض پیس جور میکرد. اینجا خب گوش تا نبگیره. در مورد معجزه عیسی علیه السلام که در هر جای میاد که ما کوری مادرزاد جور میکنم، به چیز؟ به اذن الله. فرمان کیست؟ معجزه به فرمان الله می باشه.
معجزه پیغمبر است الله جور میکنه. حالی که عیسی علیه السلام به اذن الله کوری مادرزاد بینا ساخت. حالی شده میتونه که عیسی علیه السلام الله شوه، حاجت روا شوه؟ شما بگوید چرا نمیشه؟ اگر عیسی علیه السلام حاجت روا بدانیم باز نصارا را کافر و مشرک گفته. چرا عیسی علیه السلام ما چی میدانه؟ حاجت روا میدانه. میدانه یا نمیدانه؟ او صراحتا توسط آیات قرآن جور کردن کور ثابت است توسط یا نیست؟ است. خب لیکن چون که به اختیار خودش نبود، به کی بود؟ به اذن الله بود. پس به دست عیسی علیه السلام کور بینا شده، لیکن عیسی علیه السلام حاجت روا جور نشده. خیلی تو مسلمان برو در یک قبر یک کور بینا شد، الله تبارک و تعالی همو صاحب قبر ولی باشه، الله کرامتش ظاهر میکنه، عزت برش میده، مانای ازیر داره که ولی حاجت روا شوه؟ مشکل از او طلب شوه؟ کلا نداره. که این هم تسلیم کنیم که کور بینا شده. بازم خیر ضرور است که از او قبر طواف بکنیم، از او قبر بخوایم. خب امروز ملت مسلمانی ما چرا اینطور است؟ در روز نوروز 4 و 5 و هفته و 2 هفته طرف مزار موتر پیدا نمیشه، کرایه که بر 5 است. چرا؟ مردم در کجا میره؟ در جنده سخی میره. جنده سخی. او جنده کی است؟ جنده سخی نیست. سخی صاحب توری جنده را از بین میبرد. سخی صاحب علی رضی الله عنه پیغمبر مامور ساخته بود چه که برو در هر جای که قبر از یک بلس بلند میدیدی او را محو کن، از بین ببر. در هر جای که صلیب دیدی او را چی شو؟ میده بکن. مجسمه را دیدی او را میده بکن. در زمان پیغمبر بیرق نمیدیدی سری قبر، قبر بالا نمیدیدی. از امو خاطر علی رضی الله عنه ابی الحیاج اسدی را که یکی از جمله تابعی است او را وظیفه میده و همینطور برش میگه ای که تو را مامور بسازم به مو وظیفه که مرا پیغمبر مامور ساخته بود. گفت بله ای علی رضی الله عنه. گفت برو یک قبر که بلند از یک بلس باشه نگذاریشه، از بین ببرشه. دستوری پیغمبر هم وجود داره، دستوری کی علی رضی الله عنه به ابی الحیاج اسدی وجود داره که باید قبر از یک بلس بالا نباشه. خیر گنبد جایز است، پخته کردن جایز است، چبوتره جایز است. این از کجا میشه؟ این بیرق کی سر جنده سخی چرا میگه؟ در روز قیامت علی رضی الله عنه شما را از اینمی چیسته با پیش الله شاید شکایت کنه که یا مرا نسبت میکرد جنده سخی. جنده کجا بود؟ سخی از کجا کرده بود جنده را؟ خود چند متر رختی ژاپنی است که تو در سر بیرق بسته میکنی، در اسپانا بسته کردی. نه مگه استاد شد، نه استاد شد. شیطان خبیث است خو او را باز اونجا استاد میکنه. مردم ها عجیب است، عجیب است. ما یک دفعه بعضی مردم که میگه سابق ملا نبود بسیار قارم میاد. سابق ملا بود، همین نوروز رد کرده بود، همین جنده بالا را رد کرده بود. چطور ملا بود؟ چه قسم بود؟ حالی هم یک تعداد رد نمیکنه ایره. خو یا سند پیش کنه در یک مذهب، در یک مذهب برای ما سند پیش کنه که بله جنده بالا میشه. بازورم در روزی که اولی عمل، روزی جشن زردشتی و آتش پرستا. تو چطور دعوای اسلام داری؟ تو زردشتیستی یا اسلام؟ کدام نظامت است؟ کدام آیینت است؟ بگو. اگر میگی که نه من اسلام قطعی چیست زردشتیت اردویش یک جای میکنم، باز الله برات میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، در اسلام مکمل داخل شوی. اینطور نمیشه که یک پای در زردشتی باشه یک پای تی اسلام باشه. اینطوری شده نمیتونه. حالی پیدا میشه مردم چی تبلیغات میکنه؟ فلانی مولوی گفته که امی گنبتا چپه شوه. الله برای ما زور بده، یقین بکن اگر 2 دقیقه بمانیم که در اونجا مرکز فحاشی جور شده، زن و بچه و دختر در اونجا وعده مانده. امروز امو قبرای اولیا را شما مرکز فحاشی جور نکدی. امو کلی پودریا در کجاست جایش؟ گنبتا خانه را تو برش جور کردی، پناه در اونجا برده. صحابه از اونجا آمدن که شرک محو کنه، در اینجا شرک نشوه و تو گنبت سرش زدی، مردم دعوت داده رویستی. نعوذ بالله با شرک. بیا این دین است. در کدام کتاب است؟ تو خود حنفی میگیری بیار در یک کتاب حنفی.
که به دلیل موضوع را گفته باشه که بله این جایز است. خب امروز چی حال است؟ جنده سخی بالا میشه، در روز نوروز مخلوق روان است اونجا. اینجا دمی فرصتی که حرکت میکنه از اینجا، دمی پیشک موترش یک دانه زن میه بیوه چادری کنده زیر چرکو بگه چیسته گندگی، یک دم نعوذ بالله کالاش دیده نمیشه. به نام الله سوال میکنه در پر نمیدی. خود مزار 10,000 افغانی را موتر کرا گرفته، 10,000 دیگر اونجا خورده ای. خو اونجا هم دختری تم شانه شوگار شده، بچه زده شه، اما چیسته زنی تام تصویرایش خود دنیا نشر شده. برو در اونجا چی کردی تو؟ کدام رقم مسلمان هستی تو؟ نام الله پیشت احترام داشت که اینجا همی زن به نام الله از پیش در پا طلب کرد ندادی، در اونجا حرکت کردی؟ این کدام اسلام است؟ این کدام دین است؟ این کدام حنفیت و مذهب است؟ بگو برام. چرا در بدریست؟ چرا مردمی کارا را میکنن؟ همین دین است؟ کلا قطعا نه. گپ در سری کرامت بود. شده میتونه الله تبارک و تعالی عزت بده یک بنده خدا و در حالت مردگیش الله مو عزتش ظاهر کنه، لیکن این مانا را نداره که او دیگه حاجت رواست، او اولاد میده، او مشکل حل میکنه. در مجلس بزرگش سفیدا پیش ما آمده، یک دیوانه ما میدی این عقل داره که از قبر طلب نمیکنه. بیا ما گفتم که از دستت بگیرم که دیوانه نه، 1,000 هوشیار تو را. همین مردمایی که در روز نوروز در اونجا میره یا هوشیار است یا دیوانه. از تو سوال میکنم، یا یک حکم در مقابل، یا یارا کلش دیوانه بگو، یا بگو اگر هوشیار است از هوشیار است چرا اونجا میره؟ برای چی میره؟ برای کدام مقصد میره؟ بگو برام. اگر به این مقصد میره که نه دعا در مزار قبول میشه، یک سند برام بکشه که در یک حدیث پیغمبر گفته باشه که دعا در مزار قبول میشه، دعا در پالوی قبر قبول میشه، برام بکشه سند. جاهای اجابت و قبولیت دعا در حدیث آمده، یک کسی یک سند بکشه که در فلان پالوی قبر دعا قبول میشه. بلکه برخلاف حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام است، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. بارا بسته نمیشه، بسترها بسته نمیشه که سفر شوه مردم برو مگر برای 3 مسجد. کدام؟ مسجد حرام، بیت الله، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس. چرا؟ در 3 مسجد الله فضیلت گذاشته. در مسجد حرام یک نماز برابر چند است؟ 1,00,000 نماز. در مسجد نبوی یک نماز برابر 1,000 نماز. در مسجد بیت المقدس یک نماز برابر چند؟ دیگه سفرها حرام است، ولی کل ملت طرف حرام میره. به نام چی میره؟ کاش که همونجا قبر علی را دنو خوی باشه. علی را دنو در کوفه عراق است، مردم طرف مزار میره. مردم طرف کارت سخی در اینجا میره، پالی در طرف پانتون در اینجا میره. کارت سخی، کارت چی را میگه؟ بگوی او سخی کی را میگه؟ تو را به الله قسم به کدام سنه ثابت میتونی که علی را در پایش در کابل خورده یا در افغانستان خورده؟ ثابت کرده میتونی؟ چطور کارت جور شد، سخی جور شد؟ این دین است؟ دین ما او هم پرستی است؟ نه. الله برای ما گفت یا ایها الناس اعبدوا، دلیل برای ما گفت. الله از ما مطالبه عبادت کرد، خب باز دلیل برای ما گفت که به خاطر از عبادتی مرا بکنید که اینی کارا در مقابلتان کردن، لیاقت دیگه کس نداره. این مسئله کرامت بود. معجزه همینطور امر خلاف عادت می باشه، به دست پیغمبر ظاهر میشه، دیگه مردم عاجز است از آوردن از او، پس خود به خود مردم تسلیم میشه که بلی پیغمبر است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بسیار معجزه ها داشت، خورد کلان، لیکن بزرگترین معجزش قرآن کریم است. این قرآن کریم با دیگه معجزات چی فرقی داره؟ هم با معجزای خودی پیغمبر، هم با معجزای پیغمبران دیگه. معجزای پیغمبران دیگه زمانی بود. توسط خود پیغمبر چی میشد؟ بگه به وجود می آمد. عیسی علیه السلام کور از جور میکرد زمانی که دست مبارک سرش مسح میکرد و میگفت که به امر الله تبارک و تعالی، و دمو زمان بود. امروز است؟ امروز نیست. برای همون مردم بود. کسایی که حاضر بود به همون مردم بود، کسایی که غیر حاضر بود برای از ما نبود. او معجزه از ما کلش در جسم تعلق داشت.
دست میکشید مریض جسم کور بود، جسم بود جور میشد. قرآن با معجزای پیغمبر علیه السلام با دیگه معجزاش و با معجزای انبیاء علیهم السلام سابقه چی فرقی داره؟ این معجزه جاودانی است. چی است؟ همیشه است. تا روز قیامت هم این قرآن موجود داره. صحیح است؟ مکانی و زمانی است که در یک زمان است دیگه زمان نیست؟ نه، در کل زمان است، در کل مکان است، در هر جای است. در جسم تعلق داره یا در معنویت تعلق داره. قرآن که میخوانی وجودی تو را همینطور جذب کرده رایسته. شما وقتی کتاب اعجاز قرآن بخوانی و چه قسم جاذبیت داره، مطالب در این قرآن نهفته شده که ساینسدانا و کسایی که تحقیقات داره، بررسی داره، ریسرچ داره، مطالعه داره، وقتی که نایل میشن به یک هدف بسیار خوش میباشه که ما اینی ابتکار کردیم. خب که پس میگرده در قرآن وقت همو گپی از این که در پیش گفتم حیران میمانه.